به نام خدا. سلام. در این قسمت میخوایم موازنه های خاص رو انجام بدیم. منظور اون دسته از موازنه هایی هستند که در حین انجام موازنه کار ما به بنبست میخوره و نیاز داره از ترفندهایی استفاده بکنیم برای ادامه موازنه. چند تا مثال آماده کردیم که با هم دیگه اونها رو خب معادله شیمیایی رو ملاحظه میکنید که در اون یون‌هایی رو شما میبینید. یادتون باشه در این حالت وقتی موازنه ما کامل و تمامه که علاوه بر تعداد اتم ها نوع و تعداد بار الکتریکی دو طرف هم با هم دیگه برابر باشه. میریم به سراغ موازنه کردن. از یون دیکرومات شروع میکنیم. به عنوان بزرگترین مجموعه در بین کل گونه ها یه دونه عدد 1 پشتش قرار میدیم. در این بین به سراغ عدد 7 بزرگترین زیربند میریم که متعلق به اکسیژن. عدد 7 رو پشت آب قرار میدیم. اکسیژن هامون موازنه شد. برمیگردیم به سراغ کروم. دو تا اتم کروم اینجا داریم. اینجا هم اگه به چشم اتم بهش نگاه بکنیم باید ما دو تا اتم کروم داشته باشیم. خب همونطور که ملاحظه میکنید گوگردها رو که نمیتونیم موازنه بکنیم، هیدروژن ها هم پخشن. به ظاهر به بنبست خوردیم، ولی اگر بریم سراغ باره های الکتریکی بنبستی وجود نداره. سمت راست 2 تا 3 مثبت 6 مثبت ما اینجا داریم. سمت چپ اونم باید 6 مثبت باشه. یون کرومات یه دونه 2 منفیه، پس یون هیدروژن باید ضریب 8 داشته باشه تا بدین ترتیب دو طرف 6 مثبت باشن. حالا میتونیم در ادامه هیدروژن رو هم موازنه بکنیم. اگر من یه عدد 3 پشت H2S بذارم، هیدروژن های دو طرف 14 عدد میشه. در انتها گوگرد رو هم میتونم موازنه بکنم. یه دونه عدد 3 و گوگرد هم موازنه شد. عدد 1 رو حذف میکنم. حالا موازنه‌ای دارم که در اون هم اتم ها موازنه هستن و هم بارهای الکتریکی دو طرف برابر و هم نوع هستش. مورد بعدی. خب برای موازنه کردن نگاه اول میگه این گونه تعداد اتماش بیشتره، ولی خب یه ایرادی داره. S و O کلاً پخش هستن و ما رو سردرگم میکنن. به سراغ آب میریم. یه دونه ضریب 1 به اون میدیم. هیدروژن رو موازنه میکنیم. H ها در دو طرف موازنه شدن. حالا میتونیم اکسیژن رو هم موازنه بکنیم. 2 تا اکسیژن سمت چپ دارم، سمت راست هم باید 2 تا داشته باشم. یه دونش در مولکول آبه، یه دونه باید در این گونه آنیونی باشه. پس من یه دونه ضریب 1/3 میذارم تا در 3 ضرب بشه و تعدادش 1 بشه. همینجا بلافاصله 1/3 رو باید حذف کنم. ضرایب موجود رو ضرب در عدد 3 مخرج میکنم. بدین ترتیب ما 2 3 تا 6 تا 1/3 ضرب در 3 1 و 1 ضرب در 3 هم 3 رو داریم. عملاً هیدروژن و اکسیژن موازنه شد. خب شما ملاحظه میکنید که گوگردها فقط موندن و چون پخش هستن ما رو عملاً سردرگم میکنن. البته شما میتونید با آزمون و خطا اعداد مختلف رو در پشت این دوتا قرار بدید و به نتیجه برسید احیانا، ولی خب اینجا بارهای الکتریکی میتونن به راحتی به ما کمک کنن. باز هم یادمون باشه بارهای الکتریکی باید در دو طرف برابر باشن. سمت چپ 6 تا 1 منفی داریم، 6 منفی. سمت راست هم باید 6 منفی باشه. خب یه 2 منفی اینجا داریم. کلا اینجا باید 4 تا منفی داشته باشیم. پس یه 2 اگر پشت S2 منفی بذارم، عملاً بارهای الکتریکی سمت راستمونم مجموعاً 6 منفی خواهند شد. حالا میتونم در انتها گوگرد رو هم موازنه بکنم. 2 تا S
با 2 تا S 4 تا S، پس یه دونه عدد 4 پشت S قرار میدم. عدد 1 حذف شد، باقی مانده ضرایب به من نشون میدن که هم اتم ها موازنه شدن و هم بارهای الکتریکی. مثال دیگه S2 منفی I2 OH منفی SO4 2 منفی I منفی و H2O. خب از H2O شروع میکنم. هیدروژن رو موازنه میکنم سمت راست، 2 تا هیدروژن، یه 2 پشت OH منفی قرار میدم. حالا میتونم اکسیژن ها رو هم موازنه بکنم. 2 تا اکسیژن سمت چپ دارم، یه دونه در آب، پس 1 ضریب 1/4 به این میدم. کل مجموع ضرایب موجود رو ضرب در 4 میکنم. بدین ترتیب 1/4 از بین رفت، این شد 8 و این هم شد 4. خب میتونم همینجا گوگرد رو هم موازنه بکنم. یه دونه گوگرد، یه دونه عدد 1 پشت میذارم. حرف S نماد گوگرد موازنه شد، اما بارهای الکتریکی واضحه که موازنه نیستن. خب باز هم شما شاید پیش خودتون فکر بکنید که به خاطر I2 یه دونه عدد 2 اگر پشت این بذاریم همه چی تمومه، اما مشکل بار الکتریکی حل نمیشه. مستقیم به سراغ خود بارهای الکتریکی میریم. سمت چپ یه 2 منفی با 8 و 1 منفی کلن 10 منفی هستش. سمت راست هم باید 10 منفی باشه. یه 2 منفی ما اینجا داریم، پس عدد 8 پشت آی منفی بارهای الکتریکی دو طرف رو 10 میکنه. حالا در انتها میتونم یود رو هم موازنه بکنم. یه عدد 4 پشت این آی هم موازنه شد. ملاحظه میکنید که حدسی که میزدیم عدد 2 و 1 جواب نداد. عدد 1 SO4 2 منفی رو حذف میکنیم در انتها و موازنه تمومه. بارهای الکتریکی برابر، تعداد اتم ها هم برابر. این هم یک معادله خاص بار الکتریکی نداره. جلو میریم تا بفهمیم دلیل خاص بودنش چیه. پتاسیم دیکرومات بزرگترین ترکیب ضریب 1، اکسیژن بزرگترین زیربند عدد 7 پشت آب. خب میتونم موازنه رو همچنان ادامه بدم. 7 تا 14 تا یه عدد 14 پشت هیدروژن. کروم قابل موازنه کردنه. 2 تا CR پشت اینجا کروم ها موازنه شد. پتاسیم قابل موازنه کردنه. 2 تا پتاسیم، یه دونه 2 پشت KCl. 2 تا ترکیب باقی موند، FeCl3 و FeCl2. Fe در هر دو موجوده و هیچ کمکی به من نمیکنه. Cl هم همینطور. باز هم شما میتونید با آزمون و خطا اعداد مختلف رو قرار بدید و به نتیجه برسید، اما هم وقت گیره هم دارای ریسک. کاری که انجام میدیم، ما ضریب مجهول قرار میدیم و با یه محاسبه ساده ریاضیات به جواب میرسیم. ما میدونیم به خاطر Fe که در اینجا وجود دارن، در این دوتا و در جاهای دیگه نیستن، حتما باید ضریب این دو برابر باشه. اون ضریب رو به فرض حرف آ قرار میدیم. آ هرچی هست باید پشت دوتا ترکیب یه عدد باشه. حالا میایم آ رو به کمک Cl ها موازنه میکنیم. چطور؟ خب ملاحظه میکنید آ هر عددی باشه، در ترکیب اول 2A تا Cl داریم و 14 تا Cl هم اینجا. سمت چپ تعداد Cl های ما اینا هستن. سمت راست 3A تا Cl در ترکیب اول، 6 تا Cl در ترکیب دوم، 2 تا Cl هم در این ترکیب.
چون باید هر دو طرف برابر باشن آ به راحتی پیدا میشه عدد 6 ما به راحتی و بدون اینکه مجبور باشیم آزمون و خطا انجام بدیم اعداد 6 رو پیدا کردیم. کار تمومه، فقط کافیه یک رو حذف بکنیم و چک بکنیم که ببینیم آیا تعداد اتم‌ها برابر هستند یا نه. نوع دیگری مثل همون قبلی ICl3 H2O ICl HiO3 و HCl. ببینیم دلیل خاص بودن این چیه. از بزرگترین ترکیب HiO3 شروع میکنیم، عدد 1 پشتش میذاریم. اکسیژن با بزرگترین زیربند رو میتونم موازنه بکنم، عدد 3 پشت آب. هیدروژن رو میتونم موازنه بکنم، سمت چپ کلا 6 تا هیدروژن داریم، یه دونه هیدروژن اینجا، یه پنجم پشت HCl. دو تا ترکیب موندن ICl3 و ICl. عملا موازنه کردن اینها به بنبست خورد. نمیدونیم چه عددی باید بگذاریم. آزمون و خطا شدنی اما وقتگیر. باز هم میایم یک دستگاه درست میکنیم، یه دستگاه ریاضیات ساده مجهول‌ها رو پیدا میکنیم. خب اینجا دیگه نمیتونم مثل قبلی ضرایب مساوی قرار بدم چون اتم ها پخشن. آی در اینجا، اینجا و اینجا وجود داره، CL هم در اینجا، اینجا و اینجا. پس این دفعه ضرایب رو با حرف آ و بی نشون میدم و سعی میکنم آی و CL رو که جلوی هر دو تا ضریب مجهول هستند رو در دو طرف بشمارم. اول آی رو میشمارم. سمت چپ آ تا حرف آی دارم، سمت راست بی تا و یه دونه آی. اینطوری آی رو تونستم در دو طرف مساوی قرار بدم. برای CL هم همین کار رو انجام میدم. سمت چپ 3 آ تا CL داریم، سمت راست B تا CL و 5 تا CL که با هم دیگه جمع میشن. یه دستگاه داریم، دو معادله دو مجهول، به راحتی با جایگذاری اونها آ و B پیدا میشن، اعداد 2 و 1. حالا اگر میخواستیم با آزمون و خطا اینو پیدا کنیم شاید کلی وقتمون رو میگرفت اگر تازه ما رو به اشتباه نمینداخت. به راحتی ضرایب آ عدد 2 و B عدد 1 پیدا شد. این هم شکل نهایی معادله موازنه شده، همه اتم‌ها با هم دیگه برابرن.